به نام خدا. سلام، عرض ادب و احترام. وزیر خارجه آلمان دو تا مواضع عجیب داشت که در راستای همدیگه بود و خیلی هم سرصدا کرد. اونجایی که اشاره میکنه که اسرائیل حق داره به غزه و مردمش حمله کنه و اماکن عمومی رو بزنه چون نیروهای حماس بین این مردم قایم شدن، پنهان شدن. خب ما البته راجع به صدوار دیدیم که اینطور نبود و بعد هم راجع به شهید سنوار مواضع خیلی تندی میگیره. این مواضع و آتشی که آلمانی ها دارن از بریتانیا و آمریکایی هم تندتره. پرداختن به این موضوع برای من مهمه. تو این تحلیل میخوام هم به آلمان بپردازم هم به روسیه. برای ما روسیه خیلی کلیدیه. اینکه روسیه چه تصمیماتی خواهد گرفت. به نظر میرسه که اروپایی‌ها تصمیم گرفتن با پوتین یه توافق ضمنی بکنن برای آتش بس. دلایلش رو تحلیل های قبلی گفتم ولی باز هم اشاره میکنم. و اینکه روسیه چه تصمیم خواهد گرفت، به مانند گذشته یا متفاوت. بریم سراغ آلمان. تو این چند سال از آلمان چی یاد گرفتیم؟ تو این 4-5 سالی که صحبت میکردیم یادم من یکی از اولین تحلیل هایی که تو کانال تلگرامم قبل از یوتیوب بارگذاری کردم راجع به آلمان بود. اون سالها راجع به بعضی کشورها صحبت کردم. آلمان، ژاپن، این کشورها رو بسیار کلیدی میدونستم برای اینکه معتقد بودم ظرف 3-4 سال آینده جنگ آغاز میشه که شد. بیایید اونها رو یه مروری کنیم. آلمان چه مشخصاتی داره؟ یک کشور مسطح، تسهیل العبور، یکی از تک زبانه ترین کشورهای دنیا، ریشه‌های فرهنگی به شدت نزدیک، مثل ایران نیست مثلا قومیت‌های متفاوت، لهجه‌های متفاوت، گویش‌های، نه، یکی از تک زبانه ترین هاست. چون این جاده‌های مسطح اینها رو خیلی به هم نزدیک می‌کرده و اینها در ارتباط گسترده بودن و ریشه‌های فرهنگیشون شبیه همه. از طرفی دارای شبکه رودخانه‌های داخلی فوق‌العاده که قابلیت کشتیرانی داره و این باعث میشه که آلمان وحشتناک و سریع رشد اقتصادی کنه. چرخ صنعت آلمان خیلی زود رشد میکنه. تو جنگ جهانی اول که آلمان ها شکست خوردن و قرارداد ورسای انجام شد، تحریم‌های سنگینی، اصلا مفاد سنگینی داشت. بیش از 50-60% زغال سنگ منابع آلمان رو گرفتن. چند هزار خودرو موتورسیکلت رو مجبور، چند صد هزار خودرو موتورسیکلت رو به صورت رایگان بعد تولید میکرد میداد. نقاط راهبردیشو کنترل میکردن. تحریم های گسترده بود. اما این آلمان جوری چرخ صنعت چرخید که وقتی وارد جنگ جهانی دوم شد هیچ مشکلی برای تولید نداشت. رشدش خیلی سریعه. این جغرافیا اما همونطوری که خانه نعمت هست خانه مصیبت هم هست. چرا؟ دشت های مسطح بازدارندگی ندارن و جغرافیای آلمان خیلی جغرافیای جذابیه برای به دست آوردنش. این جغرافیا همیشه شاهد حملات گسترده به خودش بوده. ایران هم به همین شکل دیگه، چون چهارراه دنیاست. آلمانی ها همیشه فهمیدن که در یک خانه نعمت هستن که اگر نتونن ازش دفاع کنن اشغال خواهد شد. همیشه این تهدید در پس زمینه روانی جامعه آلمان هست. به همین علت هستش که این جغرافیا که تک زبانه است، فرهنگای نزدیک به هم داره، خیلی سریع به سمت ناسیونالیسم و یک رویکرد فاشیستی حرکت میکنه. روسیه به اوکراین حمله کرد، درسته؟ آلمان ها تهدید رو احساس میکنن. نبرد گوتبرگ، جایی که ژنرال واروس تو دشتای هانوفر گیر میفته، محاصره میشه و ظرف چند ساعت ارتشش کشته میشن. ژنرال واروس خودکشی میکنه ولی در عین حالی که تا آخرین نفر جنگیدن اما شکست خوردن، قهرمانانه است. تا آخرین نفر جنگیدن، عقب نکشیدن، فرار نکردن.
خیانت نکردن، اما اون دشت‌های مسطح اینا رو غافلگیر کرد و کشته شدن. ژنرال واروس به نماد نکبت واروس در آلمان شناخته میشه. چرا؟ چون اونها با این نمادگذاری معتقدن ما نباید شکست بخوریم. اون دشت‌های مسطح، اون غافلگیری. خب آلمان بعد از جنگ جهانی دوم چرخ صنعتش داره میچرخه. درسته که نیروی نظامی مستقل نداره، کنترل شده، بخش عمده‌ای از اختیارات و مسائل این چنینش تحت تاثیر غرب. الان ارتش اروپا ناتوست و باید خیلی مسائل رو رعایت کنه، اما همین الان اقتصاد اول اروپا است به لطف انرژی رایگان روسیه و شبکه رودخانه‌های داخلی و مسیرهای مسطح که بازدارندگی نداره. حالا روسیه با اوکراین وارد جنگ شده، گاز روسیه به سمت اروپا قطع. اینا باید گاز رو جایگزین کنن. در مرحله اول باید تهدید روسیه رو کنترل کنن. در اوکراین تلاش کردن با صرف هزینه‌های زیاد، خیلی پول، فکر کنم 17-18 میلیارد دلار اگر اشتباه نکنم آمریکا پول داده و اروپایی‌ها فکر کنم نزدیک 200 میلیارد دلار پول بردن تو 2 سال اونجا. خیلی پوله. اونم فقط نظامی. خب شما تصور کنید اولین هدف برای آلمان این هستش که روسیه رو استاپ بده. خب بعدش چون جنگ به سرعت بیاد توی لهستان سریع پیشروی میکنه دیگه، مثل اوکراین نیست، میرسه مرزهای آلمان. هدف اول باید روسیه رو به عنوان یک تهدید حالا کنترل کنیم. توی کنترل روسیه به شکل امنیتی ما باید ارتباطات اقتصادیمون رو قطع کنیم، نیازهامون رو بهش قطع کنیم. آلمان به دنبال این هستش که در پروژه عرب مد بتونه انرژی رو به دست بیاره. داناگاز در غزه به دست اسرائیل میفته، منابع گازی مشترک با لبنان میتونه به دست اسرائیل بیفته و حجم زیادی از گاز به سمت اروپا بیاد. همینطور این خط لوله میتونه بخشی از گاز و حجم عمده از نفت رو هم به سمت اروپا بیاره. خب اینجوری مشکل آلمان حل میشه. پس زیست آلمان امروز به 2 مؤلفه بستگی داره. 1. تمرکز بر کنترل روسیه و تضعیفش. 2. جایگزین مطمئن برای ورود انرژی به اروپا و چرخیدن چرخ صنعت آلمان. اسرائیل داره همین کارو میکنه براش، پس باید موازش تند باشه و فاشیسمی. اگر خلیج فارس رو هم کنترل کنید، دیدم یکی از این شازده‌های اماراتی غلطی کرد و گفت اگه جزایر رو ندید ما با زور میگیریم، با زور اسلحه. راستم میگه، اگه بتونن این کارو میکنن. موشک پهپادها امروز به داد اون میرسه. کنترل خلیج فارس یه کار دیگه هم میکنه. اگر بتونن خلیج فارس رو کنترل کنن اروپایی‌ها که آتش آلمانی از بقیه داغ‌تره، چه اتفاقی رخ میده؟ آلترناتیو ورود گاز روسیه منطقه ماست، یعنی از ایران بیاد به هند، پاکستان، عراق، اونجا کنترل میشه. در واقع روسیه صادرات گازش به شدت تضعیف میشه و کنترل میشه، آلترناتیوی هم نداره. تازه گرفتن شبکه انرژی در خلیج فارس توسط اروپا و آمریکا میتونه چین رو بیچاره کنه، ورود نفت و گاز رو به چین ببنده. نه؟ اینجاست که وزیر خارجه آلمان میگه حتی اگر به مردم هم شلیک کنه در غزه حق داره. حماسی‌ها بین مردم پنهان شدن. درک میکنید حالا؟ اما از طرفی روسیه با یک وضعیت جدید داره روبرو میشه. در محور اوکراین شرط خوبی داره، نیروهای کره شمالی رو هم آورده، بخششون رو تو ولادیوستوک 2-3 هزار تاشون رو داره میبره رو به مشرف ژاپن، بخش رو داره میاره توی محور کورسک. خب این خیلی پهناوره دیگه این سرزمین. از طرفی با شرایط جدیدی هم داره روبرو میشه، یعنی اروپا تصمیم گرفته که اگر بتونه با روسیه آتش بس امضا کنه، چون صدای پای ترامپ داره میاد. همین الان ایلان ماسک داره هر روز به یک نفر 1 میلیون دلار پاداش میده. تو پنسیلوانیا که 19 رأی الکترال داره، ایالت‌های مهم، هر روز به یک نفر که رأی میدن به ترامپ 1 میلیون دلار به قید قرعه میده و جوابم داده.
اومدن ترامپ یعنی پایان کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین، میتونه جبهه اوکراین سقوط کنه و این برای آلمانی که میخواد از لحاظ امنیتی روسیه رو کنترل کنه یک فاجعه است. پس بهتر بخش دیگه اوکراین حفظ بشه تا در آینده بتونیم محور پیش روی روسیه قرارش بدیم. خب روس‌ها اگر بخوان توافق کنن، الان صحبت هستش که پوتین پذیرفته در عربستان گفتگو کنه با در واقع در راستای این آتش بس. زلنسکی هم ادعا کرده اگر قرار آتش بسی رو بپذیرم یا بعد عضو ناتو باشم یا یه دونه میتونم بمب اتم بسازم میسازم. از دست داد دیگه، اوکراین رو از دست داد. خب توافق روسیه با اروپا بر سر اوکراین، این توافق اگر منجر به پایان جنگ بشه چه اتفاق رخ میده؟ آیا روسیه همچنان داره اشتباه جنگ جهانی اول دوم انجام میده؟ اشتباهش چی بود؟ روسیه یک جغرافیای اوراسیاییه، یک جغرافیای تجارت زمینی نه تجارت دریا. ژئوپلیتیکش همراستایی داره با کشورهای بلوک شرق، با ایران، با ترکیه، با چین، کره شمالی، کشورهای آسیای میانه قفقاز. اینا کشورهای جنوب در واقع روسیه هستن. آفریقا. خب اگر روسیه بره توافق کنه بکشه کنار، چی رخ میده؟ سایکس-پیکو. سایکس-پیکو جایی بود که روسیه با بریتانیا و فرانسه و اینا بس عثمانی رو تضعیف کنه، اما حواسش نبود تضعیف عثمانی به نفع اونا شد. اونا اومدن توی حیات خلوت بلوک شرق و بعدش رفتن سراغ روسیه. تو جنگ جهانی دوم هم رفت متفقین متحد شد، اما فردای جنگ جهانی دوم رفتن سراغ روسیه. الان هم اگر توافقی کنه مشکلی نیست. مسئله اینجاست که بعد از توافق روسیه نظاره‌گر خواهد بود یا نه. بریکس رو به جد دنبال میکنه، در تحولات جنگ کره شمالی کره جنوبی حضور جدی پیدا میکنه به نفع کره شمالی. در جنگ ایران و اسرائیل حضور جدی پیدا میکنه در کنار ایران. تلاش میکنه ترکیه رو از محور غرب جدا کنه تا ترکیه در بلوک شرق باقی بمونه با فشار کمتر روی ترکیه. در سوریه ایفای نقش خواهد کرد در مقابل اسرائیل. این روسیه یا اون روسیه؟ تفاوت اینجاست، چون اگر روسیه جنگ خودش با اوکراین رو فاتح بشه ولی دیگر جبهه‌های بلوک شرق شکست بخورن، اون موقع غرب به طور حداکثری متمرکز روی روسیه باقی میمونه. به نظر شما روسیه کدوم روسیه است؟ از جنگ جهانی اول دوم درس گرفته یا نه؟ همون سایکس-پیکویی که تو عثمانی رو در واقع تجزیه کرد، روس ها مجبور شدن بیان توی سوریه بجنگن در کنار ایرانی ها برای اینکه یک پایگاه بتونن اونجا نگه دارن. یا در قائله مصر خود پوتین یه بار گفت ما اشتباه کردیم تو بحث لیبی به کمک قذافی نرفتیم و سکوت کردیم. بله اشتباه کردید. نکته بعدی، آیا با توافق آتش بس روسیه تموم میشه؟ نه، من معتقدم تا چند روز دیگه انتخابات گرجستان اکتبر 24 25 اکتبر فکر میکنم، درسته؟ دقیقش رو برم نگاه کنم. چند روز دیگه به زودی انتخابات گرجستان. اگر اپوزیسیون نزدیک به آمریکا فاتح نشه احتمالاً جنگ داخلی در گرجستان شکل میگیره. اگر هم فاتح بشه با روسیه خیلی مشکل خواهد داشت. آذربایجان هم دنبال فرصت ایران و اسرائیل درگیر بشه تا بره سراغ ارمنستان. بله. یا زلمی خلیلزادی که در سفرهاش به افغانستان احتمالاً به طالبان یادآوری خواهد کرد که وقتی در سینی حکومت افغانستان رو تقدیمتون کردیم باید در پاسخش امروز در مرزهای ایران فعال بشید. آیا خواهم پذیرفت یا نه؟ اما این تحولات کاملا یقه روسیه هم خواهد گرفت. نشست ایران، پاکستان، روسیه، چین 2 هفته پیش. من تو این چند سال تحلیل یه چیزی رو یاد گرفتم. ما بین 6 ماه تا 2 ماه از کشورها عقبیم. یعنی یه نشستی برگزار میشه مثلا 6 ماه بعد من تازه میفهمم ای وای اون نشسته راجع به این بوده و تصمیمات رو گرفتن راجع به امروزه. این الان فاصلش رسیده به 2 ماه. 2 هفته پیش
2-3 هفته پیش جلسه بود دیگه در تو افغانستان بین چین و روسیه و ایران و پاکستان چه تصمیماتی گرفتن چه میدونه. اما حتما برای کنترل بازی قبل در افغانستان موضوع گفتگو داشتند. این یه مسئله جدیه. روس‌ها باید بدونن که جنگ روسیه و اوکراین شاید تموم بشه، ولی پرونده‌های زیادی روی میزه و اگر بلوک شرق میخواد پیروز شه باید این اتحاد رو بین ایران، روسیه، چین، کره شمالی داشته باشیم. پیمانهای دفاعی باید بسته شه، دفاعی نظامی، و اگر بسته شده باید به جد دنبال شه. امروز شی جی پینگ رفت در پایگاه پرتاب موشک‌های چینی حضور پیدا کرد با لباس نظامی. این معنی چیه؟ به ارتش دستور داد آماده جنگ باشه. جنگ داره گسترده میشه تو دنیا. تحلیل خانم دکتر دیدید 1 ساعت پیش گذاشتم تو کانال خانم دکتر فتورچی راجع به ایکس پی؟ چه خبر خوبی. کارتی که امکان رو به شما میده از جاهایی که مشخص شده خرید کنید. پرداخت ایکس پی، شبکه پرداخت بر اساس سازوکارهای بلک چین، پشتوانش هم ارز داخلی کشورهاست. تا 2027-28 هم عمومی میشه. تازه تحولات ژئوپلیتیک شاید باعث شه که خیلی سریعتر هم عمومی بشه. یعنی عملا دلار میره کنار. تمام تحریم تمام. 2 سال 3 سال. آیا آمریکا میسته نگاه میکنه؟ ترامپی که گفته من هر کشوری که بخواد به سمت دلار زدایی بره رو تنبیه میکنم، دلار رو نسبت به ارزش میارم پایین تا صادراتش گرون تموم شه. ولی بریکس پی یک سازوکار پرداخته. به زودی سویفت هم معرفی خواهد شد و احتمالاً 6 کشورم عضوگیری. این معنیش چیه؟ جنگ. یعنی آمریکا چاره‌ای نداره جز جنگ. یعنی اسرائیل به ایران پاسخ خواهد داد. یعنی روسیه با اوکراین اگر آتش بسی رقم بخوره، اروپا تمرکز حداکثرش رو نقطه ایران خواهد بود. یعنی خاورمیانه آتش بعدی است. یعنی روس‌ها باید بدونن این رو، یعنی چینی‌ها باید بدونن که اگر اینجا رو ایران از دست بده، یک بشکه نفت بدون اجازه آمریکا دیگه نمیتونه به سمت چین بیاد از خلیج فارس، و چین باید بره گردن کج کنه و تمام خواستای غرب رو بپذیره. پس بعد به جنگ دیگه. خط درگیری الان از اروپا داره میاد توی منطقه ما و اونها شرکاشون اومدن. ما شریکی داریم که بیاد؟ به زودی خواهیم فهمید. آیا روسیه اشتباهات گذشته رو متوجه شده و گذاشته کنار؟ به زودی خواهیم فهمید. آیا چین مسئولیت پذیر هست؟ چون اسرائیلی‌ها معتقدن چینی‌ها و روس‌ها ما سامان‌های پدافندی دادن، سوخو 35 دادن به صورت پنهانی. به زودی خواهیم فهمید. اینا مسائلیه که از منظر تحلیلی در سلسله دلایلیه که باعث اون رفتار وزیر خارجه آلمان، نوع مواضع تند آلمان، حالا جنگنده‌ای که پهپاد حزب الله رو رهگیری میکنه، جنگنده آلمانی. یعنی چی؟ جنگ دوم ببینید ایتالیایی ها، آلمانی ها کجاها دارن با هم میجنگن، بریتانیایی ها توی آفریقا. الان تو همون لحظاتیم، الان تو اون شرایطیم. علاوه ذهنی خودتون آماده کنید، آمادهش باشید، براش آماده باشید، قوی باشید، براش به شدت قوی آماده باشید. ترس چیز خوبیه، شاید هممون یه روزی بترسیم، اما عادی میشه. یادم از توی اوکراین ماه دوم سوم جنگ بود، یه خانومی یه سبد میوه دستش بود، داشت میرفت 300 متر 400 متر عقب‌تش یه پهپاد خورد تو کیف، سرش اینجوری کرد و رفت. ولی روز اول جنگ یادمه همه داشتن فرار میکردن از اوکراین روسیه، ولی بعدش عادی شد. جنگ چیز خوبی نیست، ولی این جنگ جهانیه. یعنی شما بی طرف با طرف باشید میاد سراغتون. یعنی اروپا اینجا میاد، چین خواهد اومد، روسیه خواهد اومد، آمریکا خواهد اومد و اینجا خانه ماست. ما هستیم که باید ازش دفاع کنیم و به وقتش پاسخ شازده عربی رو هم خواهیم داد. در این جنگ مرزها تغییر خواهند کرد. یا ما کوچک میشیم شما بزرگ، یا شما دیگه وجود نخواهید داشت. اینو فراموش نکنید.
ممنون از همه الطافی که به من دارید. اگر قدرت از غرب به شرق بیاد تعداد کشورها خیلی کمتر میشه، چون ریشه‌های فرهنگی و تمدنی بلوک شرق بالاست و این جغرافیای کوچک متصل میشن به تمدنی که غالب داره میشه در این مقطع زمانی. اگر هم غرب فاتح بشه، کشورهای مثل ترکیه، ایران کوچک خواهند شد، روسیه و همونطور پیشروی خواهند کرد، مثل اتفاقی که در جنگ جهانی اول دوم افتاد. ممنون از این. خواستم ذهنیت سیاسی آلمان و روسیه رو براتون باز کنم، به خصوص مواضع آلمانی ها که برای بعضی عجیب بود، تا درک جدیدی داشته باشن. یه پرانتزم راجع به آلمان دارم، گذاشتم آخر بگم. یادم رفت بود بگم، الان میگم. چرا خود دروغ بگم، یادم رفته بود. یکی دیگه از دلایلی که آلمانی ها اساسا اروپایی ها خیلی علاقه دارن اسرائیل برنده بشه اینه که دوست ندارن یهودی ها برگردن به اروپا. و قرن 13 اسپانیایی ها اون فرمان الحورا رو برید ببینید، یهودی ها رو اخراج کردن. ایتالیایی ها اینا رو اخراج کردن، آلمانی ها اخراج کردن. خب شما تصور کنین خیلی هاشون اشکنازی هستند که برمیگردن تو اون سمت لهستان و اونورا. چرا؟ اختلافشون با اینا چی بود؟ اینا همیشه کاری رو میکنن، زمان پیامبر هم بود دیگه. اینها شبکه‌های زیرزمینی ایجاد میکنن و نفوذ میکنن تو همه بخشا و عملا کنترل اون کشور دست میگیرن. جدیدن یه تو کانال تلگرام هم اینو میذارم، مصاحبه دیدم از رئیس جمهور سابق آمریکا کارتر. میگه من رفتم فلسطین، داره زمان ریاست جمهوریشو میگه چیزهایی رو دیدم که باورم نمیشد، اصلا هر کلمه براش پیدا نمیکنم، عمق فاجعه رو. و ما کاری نکردیم، نمیتونستیم کاری کنیم براشون و ما یه قانون نانوشته داریم که باید پشت اسرائیل بیستیم. موجی میپرسه چرا؟ میگه ایپک، اونها کنترل میکنن همه چی رو و اگه شما میخوای سناتور باشی، رئیس جمهور باشی، نماینده باشی، باید پیرو اونها باشی و اونها یه خط قرمز دارن، حفظ اسرائیل. این خیلی مهمه. دعوای یکی از بزرگترین وزیر خارجه آلمان مارشال بود دیگه. اصلا جدایش از ترمان چرا اتفاق افتاد؟ دعواشون سر چی بود؟ اونا ناتو ایجاد کردن، طرح مارشال بود. اصلا امروز آمریکا رو مارشال پایه گذاشت. جوزف نای، مارشال، کیندلبرگ، اینا تیم بودن، مدیون اینن. خیلی از کیسینجر گفته شد ولی به نظرم بعدم مارشال گفته میشد. مارشال چرا با ترمان مشکل داشت راجع به اسرائیل؟ چند تا نکته گفت. آقا اینا رو به رسمیت بشناسی، اینا ترکیبشون با منطقه متفاوت، هر روز جنگ دارن، تو مجبور پشت این وایسی با منطقه مشکل میخوری. جنگ عرب اسرائیل تحت فشار زیاد یهودیای ساکن آمریکا. اگر اسرائیل به رسمیت بشناسی، در آینده یهودی ها و تسلیم این فشار بشی، در آینده یهودی ها سازوکارهای سیاسی و تصمیم گیری در آمریکا دست خواهند گرفتن. باور کنید اروپایی اصلا دوست ندارن اسرائیلی ها بیان تو اروپا. از این زاویه هم دوست داشتم بهش بپردازم. پس وزیر خارجه آلمان به نوعی نگاهایی داره که میگه بهتر بذار بزنن، حماسی‌ها بین مردم مردم کششن ولی اینا نیان. این جنگ بزرگیه، این جنگ جهانیه، این جنگ برای تعیین نظم آینده دنیاست و تو این 2-3 سال تعیین تکلیف میشه. بریکس پی هم خیال ما راحت کرد. عملا اگر از این جنگ سالم بیرون بیایم که انشالله میایم، تحریم محریم وجود نداره. 9% منابع دنیا هم تو ایرانه، از انرژی های دیروزی تا انرژی های فردایی، تا مواد اولیه فردایی، از لیتیوم بگیری تا نفت و گاز و منابع دیگه. آینده خوبی خواهیم داشت ولی سختی داره. برای ما هم نیست، برای هم هست. همین الان اسرائیلی‌ها رو ببینید، هر روز صدای آژیر، هر روز دود. من راجع به لبنان و فلسطین نمیگم، همین اسرائیلی ها زندگی مختله، دارن میجنگن برای سرنوشتشون. ما هم باید بجنگیم دیگه، ما هم به وقتش باید بجنگیم. روس‌ها و اوکراینی‌ها همه دارن برای سرنوشتشون میجنگن، ما هم باید بجنگیم. ناگزیره اگر بیستیم. من فقط یه نگرانی دارم، داخل یه سری اتفاقای بد میفته، میپذیرم،
بعضی تصمیمات عجیب که اصلا الان زمانش نیست، چشتون رو ببندید. ما فرزند مسئولین نیستیم، فرزند ایران که هستیم. چشتون رو ببندید 1-2 سال. اونا نباید بکنن ولی شما چشمتون رو ببندید. ممنون از همراهیتون. امیدوارم این تحلیل رضایت داشته باشید. پاینده ایران، همیشه ایران برای